بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند و شما از پاداش نیک محروم نشوید. درس‌های عقیده را گوش کنید برادران گرامی و خواهران عزیز. مهم در دین عقیده است. انسان باید عقیده را آموزد. انسانی که این اذکار میگوید و نماز و روزه میگیرد، اگر عقیده نداند و عقیدهش نادرست باشد، در شرک کفر افتد. نه ذکر او قبول است و نه نماز و نه روزه او. برای همین عقیده را آموزید، عقیده اهل سنت، که عملهاتون درست شود و قبول شود. امروز درباره یک ذکر یا که دعای برای شما پیشکش میکنیم، خیلی اجری بزرگ دارد. این ذکر یا که دعا از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت می شود در صحیح ما مسلم 1884. روایتش بسیارند. پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید که ای ابا سعید، پدر سعید، من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا وجبت له الجنه. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید که کسی که میگوید همین ذکر یا دعا را، کسی که راضی می شود به الله همچون پروردگار و به اسلام همچون دین و به محمد صلی الله علیه و سلم همچون پیامبر، در روایت دیگر همچون رسول فرستاده، وجبت له الجنه، واجب است برای او جنت. این کلمه ها خیلی معناهای بزرگی دارن، شرحش میتیم. فعجب له ابو سعید، پس به ابو سعید پسند آمد همین سخن، پس گفت ای رسول الله، یک بار دیگر برای من همین کلمه ها را تکرار بکن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای او تکرار کرد. پس گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت و اخرى يرفع بها العبد 100 درجه فی الجنه، و دیگری هست، یعنی دیگر عملی هست که بنده درجهش برداشته می شود در جنت. چقدر و چه اندازه برداشته می شود؟ 100 درجه برداشته می شود. در بهشت 100 درجه دارد، درجه بالای درجه. گفت دیگری هست که درجه بنده برداشته می شود به چند درجه؟ به 100 درجه. بعد بین 100 درجه بلند می شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با شرح داد که ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض. تصور کنید که بین یکم درجه تا دویم درجه چقدر مسافه هست. بهشت 100 درجه هست. بین یک درجه تا دویم درجه چقدر است؟ میگه پیغمبر، میگه بین آسمان و زمین. فرق بین مسافه آسمان و زمین، بین یکم درجه بهشت تا دویم درجه بهشت، فرق بین آسمان و زمین است. پس ابو سعید گفت و ما هی یا رسول الله، چی است همون عمل که الله می بردارد درجه تو را به سبب همون عمل؟ پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ الجهاد فی سبیل الله، الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه الله، جهاد در راه الله. دوباره تکرارش کرد. پس همین ذکر کدام است؟ رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا. با در روایت دیگر در امام مسلم آمدگی است در صحیحش 34 از عباس ابن عبد المطلب روایت می شود که او عباس شنید پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میگوید ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. عباس میگه شنیدم که پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که به الله راضی شد همچون پروردگار و به اسلام همچون دین و به محمد همچون فرستاده، پس او انسان چیکار کرده است؟ میگه پیغمبر هر آینه چشیده است مزه ایمانه، طعم ایمانه، شیرینی ایمان چشیده است. همین به همین هر سه اگر که راضی شود، به همین هر سه راضی شود، به الله همچون پروردگار و به اسلام همچون دین و به محمد همچون رسول، پس میگه چی است؟ چشیده است شیرینی ایمان، یعنی شیرینی ایمان چشیده است، ای ایمانش بلند شده است. انسانی که ایمانش بلند می شود شیرینی ایمان می چشد، شیرینی نماز می چشد. هر یک اینا به خود شیرینی دارد، نه که هر یک کس این درک نمیکند. خلاصه گفتیم کسی همین ذکر میگوید جنت برای او واجب می شود. خود میگوییم که این ذکر در کدام حالت گفته می شود؟ این ذکر سه حالت دارد گفته می شود، یا در سه جا گفته می شود. یکم که امو حدیثی که آمده است بی قید آمده است، یعنی مقید نشده است به زمان یا که به جای. این حدیث در ابو داود است در سننش 1529 از حدیث
ابی سعید خدری پیغمبر صلی الله علیه و میفرماد کسی که میگوید، یعنی کدام وقتی گفت، یا پگاهی است یا بیگاهی است فرق ندارد. دوم جایی که میگوید در وقتی شنیدن اذان. حدیث در صحیح است 386 رقم در امام مسلم است، از سعد ابن ابی وقاص روایت می شود که رسول اکرم صلی الله علیه و میفرماید من قال حين يسمع المؤذن، کسی که میگوید همین ذکر هنگامی که میشنود مؤذن، یعنی از مؤذن میشنود که مؤذن میگوید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی در وقتی که مؤذن میگوید که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، در وقتی پس انسانی که مؤذن میشنود همین سخن میگوید که رضیت بالله ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا. در این روایت میگه غفر له ذنبه، ای گناهش بخشیده شد. پس ببینید که در این روایت میگه الله گناهش بخشید یا گناهش بخشید. این دوم جای گفته میشه، یعنی که این وقتی که مؤذن همین چرا میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، تو میگویی که رضیت بالله ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا. بالای اینه که برای تو جنت واجب می شود، با گناهت بخشیده می شود. سوم جایی که گفته می شود یا که سوم مکانی گفته می شود، حدیث در امام طبرانی است در معجم کبیرش از طریق منیذر صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که شنیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید من قال حين اصبح، کسی میگوید هنگامی که صبح می شود، وقتی صبح که در آمد رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، همین ذکر میکرد. پس پیغمبر چی میگه؟ فانا الزعیم لآخذ بیدی حتی ادخله الجنه، من کفیل استم که از دستش بگیرم و بهشتش بدرارم. یعنی میگه پیغمبر میگیره ای دستی تو و تو را بهشت میدرارد. این سیم چیش؟ حدیث میگه امام البانی حسنش میگه. در روایت‌های دیگه میگه که وقتی که بیگاه شد میگه نه که این روایت‌های دیگه ضعیف هستن. همین سه چی است؟ سه فضیلت دارد. یکی فضیلت شمینه کسی همین سخن میزند شیرینی ایمان چشیده است. دوم این پیغمبر چی میگه صلی الله علیه و سلم که برای او جنت واجب شده است. سیم فضیلتش همین است که گناهش بخشیده می شود. چهارم فضیلتش که پیغمبر میگه من کفیل هستم که عهده‌دار هستم که او را چی از دستش بگیرم و بهش درآرمش. پس ببینید که 4 تا فضیلتی بزرگی دارد، برتری دارد. از شرحش میتیم حدیث برای شما. شیخ الاسلام ابن قیم در زیر همین حدیث میگوید که این حدیثا چه در بر میگیرند؟ یعنی گرد میزنند در چی؟ در مقامات دین. یعنی چه در بر میگیرند؟ مقام های دین در بر میگیرند و به همین انتهام خاتمه مییابند. این حدیث در بر میگیرد چرا؟ راضی شدن به ربوبیتش و الوهیتش و راضی شدن به رسولش و پیروی او و راضی شدن به دینش و تسلیم شدن برای او. کسی که همین 4 چیز راضی شدن گفتیم به دین، به محمد، به چی؟ به الله و درباره جهاد بالا گفتیم. همین 4 چیز اگر برای او میگه جمع شوند در یک نفر، پس او صدیق است، یعنی از جمله صدیقان است. پس میگوید که رضاگی به الوهیت الله، به هم یعنی رضایت به الله همچون پروردگار چه در بر میگیرد؟ در بر میگیرد رضاگی به محبت الله، یعنی تنها الله دوست می‌دارد و تنها از الله بیم و ترس دارد و تنها از او امید دارد و تنها به سوی الله برمیگردد. و این در بر میگیرد چرا؟ عبادت الله و اخلاص برای الله و رضاگی بر ربوبیت الله چرا در بر میگیرد؟ ربوبیت ای پروردگاری الله. بر ربوبیت الله چرا در بر میگیرد؟ میگه رضاگی به چی؟ به تدبیر، یعنی به اداره کردن و تدبیر کردن برای بندهش. همه شأن و شؤون کارهای بندش الله اداره میکند و در بر میگیرد چرا؟ که تنها پروردگار او است و تنها توکل به او میکند و تنها استعانت و کمک و مدد از الله میخواهد و تنها به الله باوری دارد و به الله اعتماد و توکل میکند و تکیه میکند و راضی میشود به هر یک چیزی که الله با او میکند. یعنی چیزی که به تو از جانب الله میرسد، مصیبت و بلا، تو باید راضی شوی که در هر یک مصیبت و بلایی که میفرستد برای تو این چی است؟ حکمتی است. پس اول چی در بر میگیرد؟ رضاگی الله به آن چیزی که امر کرده است به تو باید راضی شوی به همه امری که الله کرده است. دوم تو در بر میگیرد چرا؟ رضاگی که
هر یک چیزی که برای تو نوشته است، در سرنوشتت نوشته است، تو باید راضی شوی، باید تسلیم شوی، فروتن شوی. دویم چیز رضاگی به پیغمبری او، پیغمبری که فرستاده است و رسولی که فرستاده است. پس رضاگی به پیغمبر و رسول چه در بر میگیرد؟ در بر میگیرد کمالی پیروی برای پیغمبرش، یعنی پرت باید فروتن باشی با اون چیزی که رسول اکرم میفرماید و تسلیم و فروتنی مطلق برای او، به حیثی که پیامبری بزرگوار بهتر و اولاتر است به تو از نفست. تو باید پیغمبر دوستی بسیارتر داری از نفست و از پدر و مادر و از همه مردم، حتی از نفست. پس پیروی نکند راه و روش مگر اون راه و روشی که پیغمبر برای او آورده است. از سخنای پیغمبر راه و روش خود را باید اختیار کند و داوری و قضاوت نکند مگر به سوی پیغمبر و هیچ کس غیر پیغمبر باید به او داوری نکند و راضی نشود به حکمی غیر پیغمبر، غیر الله و پیغمبر، یعنی نه در نامهای پروردگار و نه در صفتانش و نه در افعالش و نه در چشیدنی های حقایق ایمان و مقاماتش و نه در چیزی از احکامی ظاهری و باطنی و راضی نشود در همه این مگر به حکمی چی؟ به حکم الله و رسولش. و اما راضیگی به دین اسلام هنگامی که چیزی که میگوید و چیزی که حکم میکند و چیزی که امر میکند و چیزی که نهی میکند باید به همه چیزش راضی شود و در دلش هیچ ناراحتی از حکم اسلام باید نباشد و تسلیم شود تسلیمی پره، حتی اگر که حکم اسلام مخالف برای نفسش یا که هواش باشد، یعنی مخالف هوا و هوسش هم باشد، مخالف نفسش هم باشد، که باید تسلیم شود و فروتن باشد و تن دهد، حتی اگر که مخالف شیخش باشد، مخالف طائفش باشد، مخالف تقلیدش باشد، باید تن دهد و همه شیخ و طائفه و همش یک طرف گذارد. باز میفرماید که کسی که راضی می شود از پروردگارش، الله از او راضی می شود. و اما رضاگی بنده از الله، این نتیجه رضاگی الله از او است. پس الله او را، ام بنده را بده نمودی از رضاگیش احاطه کرده است. رضاگی پیشینه که واجب کرده است برای او که از او راضی شود و رضاگی که بعد اون است. پس این رضاگی چی است؟ این میوه رضاگی از بندش است. رضاگی این یک دروازه بزرگ الله است و جنت دنیا هست و راحتی آنهایی که الله شناختند و حیات آنهایی که الله دوست داشتند و نعیمی هست برای آنهایی که الله پرستش میکنند و آرامی چشمی آنهایی که اشتیاقی و خوری الله دارند. پس به همین اعتقاد و همین پیروی اگر که و همین رضاگی اگر که وفات کرد، پس جنت برای واجب است و ثابت شد و تحقیق می شود برای او همین بشارت و مژده. پس واجب است برای او وارد شدن بهشت. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله چی گفت؟ که الله می بردارد درجه بنده را به 100 درجه در بهشت. درجه این یک منزله بلندی هست و مقصد مراد از درجه این چی است؟ این همون حجره های بهشتی که بالا مرتبه هستند که بالای همه آنها فردوس است، بهشت فردوس. بین هر یک درجه خیلی که بین آسمان و زمین است. این دلالت میکند به چی؟ به گوناگونی نعمتها و چقدر ثوابی بزرگی دارد و ثواب و درجه هر یک بهشت متفاوت است. در بهشت هر یک درجه چقدری که بلند می شود همین قدر برتری دارد و افضلیت دارد. و پیغمبر تکرار کردنش که 2 بار که جهاد در راه الله، جهاد در راه الله، این معنای چی را دارد؟ معنای یک اسلوبی است که یعنی بزرگ شماریدن امر جهاد. و این جهاد به معنای چی است؟ جهاد به معنای جهادی به نفس که بزرگترین نمود جهاد است. و چی توفیق در جانب الله عز و جل و چی خطایی و فراموشی بد از من و از شیطان. از داینه خود را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.